سلام، من بابای زئوس هستم. آره، خود باباش. همانطور که میدونیم تا قرن 19 فیزیکدانان در محاسبات خودشون از تبدیلات گالیله استفاده میکردن. اما با گذشت زمان در اواخر قرن 19 مشخص شد که این تبدیلات با تجربه ناسازگار هستند و در عمل تناقض‌هایی با آنچه که در مورد انتشار نور اتفاق میافتد دارند. لذا تبدیلات دیگری از طرف لورنس ارائه شد. با ارائه تبدیلات لورنس فیزیکدانان متوجه شدند که برای داشتن توصیفی درست از حرکت نور لازمه که از تبدیلات پیشنهادی لورنس استفاده کنند. این تبدیلات در ساده ترین حالت به این شکله. اما تا اینجا بحث در مورد نور و الکترومغناطیس بود. نبوغ انیشتین در ارائه این پرسش بود که اگه به جای فوتون ها که کوچکترین ذرات نور هستن اجرام بخوان به سرعت نور برسن چه اتفاقی میفته؟ او محاسبات ریاضی انجام داد و به این نتیجه رسید که این کار غیر ممکنه. در ادامه آلبرت انیشتین در سال 1905 یک رابطه جبری به ظاهر ساده معرفی کرد که نه تنها جامعه جهانی بلکه بر سیاست جهانی هم تأثیر گذاشت. خب این بحث دو جمله‌ای خیامه. با استفاده از تبدیلات ارائه شده توسط لورنس و روش خیام خواهیم داشت حالا با ضرب طرفین معادله در جرم سکون و سپس در مجذور سرعت نور فرمولی این چنین خواهیم داشت. اگه به این فرمول توجه کنید متوجه میشید که رابطه معروف انرژی جنبشی در اون وجود داره. همونطور که در برنامه 10 گفتیم در جایی که علامت مساوی وجود داشته باشه باید طرفین معادله یکسان باشن. اینکه یکی از جملات این فرمول انرژی هست این مطلب رو به ما نشون میده که کل جملات این فرمول هم باید انرژی باشن. جملات دیگه ای هم که در ادامه بعد از فرمول انرژی جنبشی معروف اومده مربوط به سرعت‌های زیاد و نزدیک به سرعت نور میشه که ما فعلا به اونا کاری نداریم. اصل موضوع بحث ما جمله اول است که مربوط به انرژی سکون میشه. انرژی برابر است با جرم ضرب در سرعت نور به توان 2 و یا برعکس جرم برابر است با انرژی تقسیم بر سرعت نور به توان 2. این فرمول به ما نشون میده که آنچه که ما اونو جرم و آنچه که انرژی مینامیم صرفاً دو راه مختلف برای اندازه‌گیری یک چیزه. در واقع هر نوع انرژی جرم داره و تمامی اجرام خودشون نوعی انرژی هستن. این فرمول همچنین به ما میگه که یک ذره که از نظر ما ساکنه حتی در حالت سکونش هم انرژی زیادی برابر جرم ضرب در سرعت نور به توان 2 داره. فیزیکدانان به این فرمول همه ارزی جرم و انرژی میگن. بنابراین فرمول زمانی که اتومبیل روشنه انرژی جنبشی داره. اگزوز و موتور و گازهای داغ نیز انرژی حرارتی دارن. بنابراین بنابر رابطه همه ارزی جرم و انرژی جرم سیستم بیشتر میشه. اما وقتی اتومبیل به حالت سکون در میاد و خاموش میشه انرژی سیستم کاهش پیدا میکنه. پس جرمش هم کمتر میشه. اینجا ممکنه یه سوال پیش بیاد. واقعا اگه اینطوره پس چرا این افزایش جرم رو متوجه نمیشیم؟ چرا وقتی در حال رانندگی هستیم متوجه نمیشیم که جرم اتومبیل بیشتر شده؟ برای فهم این موضوع بیایید با هم یه مسئله حل کنیم. سوال: اتومبیلی در واکنش شیمیایی با سوزاندن 4 لیتر بنزین 500 میلیون جول انرژی داخلی تولید میکنه. حساب کنید که جرم این اتومبیل نسبت به حالت سکون چه میزان افزایش یافته. طبق قانون پایستگی جرم و انرژی داریم جرم مساوی انرژی تقسیم بر مجذور سرعت نور. حالا اگه اعداد را در رابطه قرار بدیم و اونو حل کنیم به پاسخ 6 میلیونیوم گرم خواهیم رسید. همانطور که میبینید این مقدار افزایش جرم بسیار کمه. بنابراین طبیعیه که در حین رانندگی متوجه اون نشیم.
اما همارزی جرم و انرژی در راکتورهای هسته‌ای نتیجه شگفت انگیزتری داره، چون ما میتونیم هسته اتم رو بشکافیم و انرژی بیشتری نسبت به واکنش‌های شیمیایی تولید کنیم. اگه در یک راکتور هسته‌ای ما بتونیم 1 گرم جرم رو به انرژی تبدیل کنیم، انرژی برابر 9 ضرب در 10 به توان 20 معادل 25 گیگاوات ساعت الکتریسیته خواهیم داشت که میتونه یک لامپ رو در حدود 100 سال روشن نگه داره. یعنی ما با انرژی حاصل از فقط 1 گرم جرم میتونیم چنین انرژی عظیمی داشته باشیم. شما میتونید با مراجعه به کانال تلگرام بابای زئوس به نشانی @ مرز آندرلاین دانش مستندات بیشتری در مورد نسبیت خاص و همارزی جرم و انرژی مشاهده کنید. در برنامه بعد خواهیم دید که انیشتین با روابط ریاضی چطور به این سوال پاسخ داده که آیا خدا میتونه سنگی رو خلق کنه که نتونه بلندش کنه؟ سوال دیگه. فیسبوک من رو هم فراموش نکنید.